به نام خدا. آموزش کار کردن با فیلتر شکن رایگان وارپ. ابتدا برنامه رو نصب می‌کنیم و سپس رو برنامه میزنید و پس از تایید گزینه بعدی و پذیرفتن کلیه شرایط تایید می‌کنیم و منتظر میمونیم تا بزنه اتصال خصوصی است. بله، الان فیلتر شکن شما وصل شد به همین راحتی. الان اگه مایل بودین قطعش کنین میتونید باز رو خودش بزنید و به مدت 15 دقیقه یا متوقف شدن برای 1 ساعت یا به حالت سوم و اینکه تا اینکه دوباره روشن کنیم. حالا معمولا اینو میزنم فیلتر شکن خاموش شد. موفق باشید.